سلام دوستان، اومدیم با یه ویدیوی دیگه تو چنلمون. اومدم که بهتون یاد بدم چگونه در ای فوتبال تیممون رو عوض کنیم. خب ما میریم توی این گزینه که مشاهده می‌نمایید. خب بعد روی این گزینه بیس تیم ستینگز از شما میزنید و گزینه اول من استقلال انتخاب کردم، مثلا میخوام سانتوس رو انتخاب کنم، تیم نیمار. خب شما میرید توی هر چی میگه، مثلا رئال میخوای تو اروپا است دیگه، مثلا الان ما میخوایم توی اروپا مثلا رئال مادرید یا بارسلونا رو انتخاب میکنیم. تیممون عوض شد. این تیممون عوض شد. یه چیز دیگه بهتون میگم که توی ای فوتبال جدید به بازی اضافه شده اینه که شما میاید توی این گزینه اکتراز و هر چی هست، بعد میاید توی این گزینه. خب وارد این گزینه که شدید وارد این گزینه که شدید، اینجا نشون میده که تو رقابت هایی که با آنلاین داشتید و با آفلاین دیویژنتون چندانه. خب ما دو تا دیویژن داشته. اینجا هم میتونید از این جوایزی که دارید استفاده کنید. مثلا میگه که شما مثلا 50 تا بازی کنید و برنده بشید با این سیستم. اینجوریه دیگه. من حالا اینقدر باز دارم، مثلا میگه 800 تا گل تو آفلاین بزنید، اینا رو باز میکنید. بعد شما میذارید اینجا و اینجا میشه. خب اینم میتونید اسمتون رو عوض کنید. اینجا هم که اینجا میتونید بازیکنتون رو عوض کنید، یعنی عکس بازیکنتون. من حالا برای این جام موسیقی رو گذاشتم چون مشابهش شکسته دیگه. رونالدو که نیست، مسی هم که بدم میاد. خب موسیقی چون پاش شکسته گذاشتم. اینجاش هم میتونید اینا رو بعد خب اما باحال‌ترین چیزی که به بازی اضافه شده این بخش، یعنی فیوریت. روی اینجا کلیک میکنید، هر بازیکنی که دوست دارید، یعنی بهترین کارتتون رو دوست. من الان فرناندو تورس بهترین بازیکنم واقعا. و مثلا میتونید یه کارت خوشگل بزنید، اوورال پایین باشه ولی خوشگل باشه. مثلا من پیدا کنم یه مسی خود بازی تازه داده، اینم پیداش میکنم، به اساس اوورال ریتینگ بذارمش که اینجوری نشه معلوم باشه. من پیداش کنم اون مسی رو. خب بچه ها این کارت مسی رو من پیدا کردم که تازه میداشت. نکن یه تیکه میاد اگه ببینیدش، نکن این تیکه اومد. الان نکنید بریم بیرون. نه فیوریت من شما مسیه. الان اگه مهدی پسو نگاه کنید رونالدو رو برای خودش گذاشته. ولی خب من فرناندو تورس رو میخوام. فرناندو تورس پیدا کن. فرناندو تورس رو میتونم مارادونا هم بذارم. مارادونا هم بازیکن خوبیه. یا مثلا دروازه‌بان اصلی رو بزنم. به نظرت دروازه‌بان اصلی یا فرناندو تورس؟ رونالدو رو میزنم. یه رونالدو 96 دارم، رونالدو رو گذاشتم. خب بچه ها اینم از این ویدیو. دوستتون دارم. گود بای. خاطر که مهمونی یه جایی